بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاعده یکم از چه عبارت بود؟ یعنی اونها اقرار میکردن که الله تعالی در خالق بودنش و رازق بودنش. یعنی شرکی که وایهند حاصل شد این معنیش نبود که وایها چه هم سنگ ها برافته مثلا چه سجده کنی و هم سنگ های اعتقاد داشتن که چه این سنگ ها مای خالق و رازق ما هم خیلی باید اعتقاد داشتن که خالق و رازق کی است؟ الله تعالی. لیکن الله سبحانه و تعالی. پس برای چی وایهای مشرک نامید الله تعالی؟ برای چی الله تعالی وایهای مشرک نامید؟ انا من چی وای مثلا مسئله به دوی مسئله به چی امام رحمت الله علیه این قاعده چی آورد؟ قاعده دویم آورد. قاعده چی آورد؟ قاعده دویم. قاعده دویم یعنی معنیش که اگر وایها شرکاشون یعنی ام سنگ ها به اعتقاد نداشته باشن که سنگ ها خالق و رازق نگفته باشن، پس در چی؟ پس در همین به دست که وایها اعتقاد داشتن که همین الهاشون سنگ به همین چی ها وایهای کی به الله تعالی به دو چیز، یعنی وایهای شرکاشون چی بود؟ دو چیز بود. چی بود وایها؟ اعتقاد داشتن که همین سنگ ها هم مرده ها وایهای الله به نزدیک میکنند و یا که چی؟ وایها همین چی ها از همین ها چی شفاعت میطلبیدن. شفاعت میطلبیدن از همین ها که چی؟ یعنی ما چی روز قیامت ما به شافی آدم پار شوید. فهمیدید یا نه؟ فهمیدید یا که شرکشون در کدوم موضوع ده؟ شرک وایها در دو موضوع بود. وایها مثلا چای از سنگ و خود درخت و وایهای خداشون با خالق و رازق نمیدونستن. وایها اعتقاد داشتن که خلق کننده رزقنده یگانه الله تعالی است. لیکن الله تعالی وایهای مشرک نامید، وایهای شرک نامید. برای چی؟ برای آنکه وایها دو کار انجام میدونن. یکمش چی؟ یکمش این که همین سنگ و همین درخت های اعتقاد داشتن که یعنی همین مرده ها همین ارواح اعتقاد داشتن که اینها الله تعالی به چی نزدیک میکنند. و دویمش همین به اعتقاد داشتن که یعنی چی؟ رفته از همین ها شفاعت میطلبیدن. آنها شفاعت شفاعت میطلبیدن. یعنی چی؟ میطلبیدن که روز قیامت برای ما چی شوید، یعنی شفاعتگار شوید. همین دعا میکردن. فهمیدید؟ الان یعنی معنیش چی بود؟ یعنی دو چیزان شرک واقع شده. الان امروز ببینیم چی عین حال میانه بلکه هفتهش هم بستر گذاروندگی بعدش، بلکه رفته از مرده های از ارواح ها رزق میطلبه. قدیما در مشرکا این کار نمیکردن، رزق از یگانه الله تعالی میطلبیدن. فقط رفته چی میکردن؟ یعنی همین ارواح ها میگفتن موهای الله به نزدیک کنند میگفتن. همین قرآن الله تعالی چی وایهای نامید؟ مشرک نامید. وایهای چی نامید؟ الله تعالی مشرک نامید. هم به دلیل چی؟ وایها چی بدنشون دو آیات آورد. شیخ یکم آیات قول الله سبحانه و تعالی وقتی که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی وایهای وقتی که میگفتن که برای چی شما این مرده ها به مخلوق به عبادت میکنید، وایها در جواب چی میگفتن؟ ما میگفتن چی؟ اینها را عبادت میکنیم تا که ما چی کند؟ یقربونا الی الله، ما الله تعالی به چی نزدیک کنند. زلفا نزدیک کنند. نه یعنی چی؟ کمتر چی کند؟ ما الله تعالی به نزدیک کنند. اعتقادش نمی‌بود. ما نعبدهم میگفتن، یعنی وایها میگفتن که ما نعبدهم، ما این مرده های عبادت نمیکنیم. ما این عبادت نمیکنیم. عبادت کی به میکنیم؟ الله تعالی به. فقط عبادت کردن و مقصد ما از عبادت کردن این که یقربون الی الله زلفا، موهای چیکار کند؟ الله سبحانه و تعالی به قریب نزدیک گرداند. فهمیدید یا نه؟ یعنی امروز ها مثلا بعض هم بین مردمند بعض عقیده ها پنج شدگی، یعنی میگوید که تو مثلا چیه مثل یک مدیر و یک دیرکتور به در آمدن به چیکار میکنی؟ با واسطه که میدروی معاونش میدروی. خود در مثل الله سبحانه و تعالی به هم چه مباشرتا یعنی طور در آمدن نمیتوانی با واسطه ای که با واسطه ارواح و پیرهای منها. و این الله تعالی محتاج نه الله سبحانه و تعالی پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم به ندا کردن میگوید که فاذا سألك عني عبادي فاني قریب، میگوید اجیب دعوت الداعی اذا دعانی استجیبوا لی. اگر میگوید بنده های من از تو را از من پرسن بگو که من برای ویها نزدیک هستم. الله دور نیست. الله مثلا ناشناس نیست که شما با یک شناس کسی نزدیک شید. الله اگر شما الله تعالی به میگوید الله سبحانه و تعالی اگر چی قدری که تیز روید همین قدر تیز نزد شما به میبیاد.
چقدر که خودتون نزدیک کنید الله تعالی خودش تو به نزدیک میکنه. فهمید؟ فهمید نمی؟ همه چیکار کردن یعنی هم به الله سبحانه و تعالی یعنی چی باید ان الله حی یستحی ان یرى عبده رافعا یدیه ان یرده صفرا. الله تعالی شرم می‌دارد بندش وقتی که می‌بیند که دست برداشته از الله تعالی دعا کرده استاد شرم می‌دارد که دستاش چی خالی و ناامید گرداندش. امید و حاجتش به میبردارد. هر شب ثلث لیلش آخر شبنده الله تعالی آسمان دنیا به فرو میآید. حدیث صحیح بخاری در حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که الله تعالی فرو اومده چی میگه؟ من یدعونی فاستجیب له من یسألونی فاعطیه و من یستغفرونی فاغفر له. کی میپرسد میگه که دعا میکرد که دعاشو اجابت کنه. کی یک حاجت دار است که حاجت چه براره. کی مغفرت میطلبد که مغفرت گناهاش چه کنم بخشه. فهمیدین؟ پس برای چی تو خدا واسطه میگیری؟ واسطه گرفتن است که تو دنیا تا خراب میکنی، قبرت خراب میکنی، آخرت خراب میکنی، ناامید میشوی، محروم میشوی از خیر دنیا خان. هیچ کس به چی یاردستان داده نمیتواند. فهمیدید یا نه؟ هم به وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه وابتغوا الیه الوسیله میگه یا که الله میگه که اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب میگه هم مانند وسیله چی؟ الله تعالی میگه که پروردگارتون به وسیله گیرید. وسیله این نه که خیلی که این مثلا قبر پرست ها این مثلا غلات صوفیه ها میگن که وسیله این که وسیله این ارواح های گذشته این پیرها این ایشان های بزرگ که تو بین خودت بین الله تعالی چه اینها چی گیری یعنی واسطه وسیله گیری. این کلام چیه؟ باطل است. این کلام باطل است. فهمیدید؟ وسیله قرآن اند به کدوم معنا میبیاد؟ به معنای خیلی که مفسرها جمع امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه جمع مفسر یعنی ابن جریر طبری و ابن کثیر قرطبی شوکانی خود بغوی رحمهم الله میگن که از قطاده و از دیگه اهل تفسیر آورده میگن که یعنی چی؟ وسیله معناش عمل صالح است. ابتغوا یعنی الله تعالی به نزدیک شوید به چی؟ با انجام دادن عملهای صالح. الله به نزدیک شدن باشه چیکار میکنه؟ با عملهای صالح انجام میده. هم به الله سبحانه و تعالی حدیث بخاری رحمت الله علیه از عطا از ابو هریره از رسول صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگه که رسول صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی میگه که من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. کسی که ولی من به اگر دشمنی کند من ضد با جنگ اعلام میکنم. ولی کیست؟ کی به اولیاء خودش بیان میکند میگه که ولی همان آدمی که میگه الله تعالی و مقترب الی عبدی بشیء احب الی من الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. یعنی ولی من به کسی که جنگ اعلام کنند من ضد با چه جنگ اعلام میکنم. میگوید که وسیله چی بوده؟ میگوید که الله سبحانه و تعالی و مقترب الی نگرید نزدیکی و یا میگوید که چی ما نعبد الا ليقربنا الى الله زلفا. و اینها میخواهند که الله به نزدیک شوی میخواهند با کی؟ با ارواح‌های پیرهای ایشان‌های روح‌های مرده‌های گذشته کنند. الله تعالی چی میگه؟ بهترین چیزی که بنده به سوی من نزدیک میشود این چی است؟ انجام دادن فرض‌ها. پیر هم تو یاردم نمی‌دهد، روح ارواح هم یاردم نمی‌دهد، مرده‌ها هم یاردم نمی‌دهد. این نما چی یاردم نمی‌دهد؟ فرض‌های وقتش به اجرا کردن بهترین عملی که تو الله به چی میشوی نزدیک میشوی. و همیشه بنده همیشه میگه الله تعالی به نزدیک میشود میگه به چی چیز؟ به نفله ها. تو نمازهای 5 وقته، روزه رمضان یک ماه رمضان، زکات یک ساله، حج یک مرد یک بار حج کردن اینا چی؟ فرض ها. تو چی نفله ها؟ یعنی نماز ضحی، تحیات مسجد، قیام اللیل، سنت های 12 رکعتی که بعد از پیش از بامداد پیش از ظهر بعد از ظهر بعد مغرب بعد از عشاء خواندن. روزه های دوشنبه پنجشنبه ایام البیض است 13 14 15 گرفتن یوم عاشورا یوم یوم عرفه غیر حج همینها چه تفاوت نفله ها. و حج مثلا غیر از با دو بار 3 بار 4 بار حج کردن و عمره کردن. زکات با غیر زکات صدقه و مثلا دیگه چیزها دادن که چی الله تعالی به نصیب میشه. فهمید؟ این معناش اینه که اما بگویی که من الله تعالی با واسطه پیرهای ارواح نزدیک میشم این اعوذ بالله مشرک شده.
الله تعالی گناهاتنا بخشیده خودت باز نار جهنم چی منزل تیار میکنه افراد فهمیدید نمی همین چی بدات یعنی یحکم عبادتاشون شرکاشون چی بدات تقرب القربه ما نعبدهم الا الله الا ليقربونا الى الله زلفى این وسیله دعای بعد از اون وسیله نه این وسیله که بعض از اومدگی رسول صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحین عند رسول صلی الله علیه و سلم میگیم که اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة رسول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عنده خودش بیان کرد که الوسيلة میگوید منزلة في الجنة میگوید المنزلة التي في الجنة أرجو أن أكون أنا أعطاها يعني یک منزله که در جنت منزله که یعنی من امید دارم که منزله الله تعالی ما به میتیت منه فهمید این چی بدت منزله در جنت است وسیله منزله چی در جنت این غیر وسیله است اما وسیله که قرآن اند اومدگی به معنای چی میبیاد یعنی به معنای عمل صالح میبیاد فهمید میگفتن که ما وایها به نزدیک نشدیم ما وایهای عبادت نمیکنیم الا برای چی قربه معنیش چی معنی قربه نزدیک و شفاعت طلب شفاعت و طلب شفاعت یعنی شفاعت طلب کردن و قربت به نزدیکی به دلیل چی بوده دلیل قول الله سبحانه و تعالی والذین اتخذوا من دونه اولیاء عملهایی که غیر الله تعالی خودشون اله گرفتن چی میگن نمیگن که این الههای ما یعنی سنگ‌های درخت‌ها خداها ما چی خلق میکنه ما بر رزق میتید ما پناه میتید ما گناه‌ها میبخشن نه گفتن که انما چی یقربونا ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دیدن عملهایی که خداشون به خداهای گرفتن و اینها چی اعتقاد ندارن که اینها ماهای خلق میکنند و ماها برسوته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته انما چی میگن یعنی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى یعنی مقصد چی از اینها گرفتن ماهای الله سبحانه و تعالی چی نعم ان الله يحكم بينهم فيما كانوا يختلفون و الله سبحانه و تعالی زود است که چی بین وایها حکم میکند در چیزی که وایها چی اختلاف میکردن اختلافاشون الله تعالی روز قیامت اند چی میکرد حکم میکرد انما مشرک یعنی چی وای آدمی که شرک ورزید و شرک آورد وای چی وای جزا داده میشه یعنی دلیل شفاعت گفتیم که دویمش چی وایها چی میطلبه یعنی شفاعت میطلبه یعنی رفته از مرده هاشون چی میگن شفاعت میطلبه والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما لا يضرهم ولا ينفعهم همین خداهایی که خداشون بگرفتن اینها مرده ها باشن ارواح ها باشد وایها اولیاء ها باشد وایها میگه که الله سبحانه و تعالی وایها چی کتی وایها لا يضرهم ولا ينفعهم وایها به ضرر هم نمیرسوند فایده هم نمیرسوند مرده یگون آدم به ضرر رسونده میتواند نه یگون فایده رسونده میتواند نه اذن چی میگه هؤلاء شفعاؤنا حياك الله بارك الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله چی میگن وایها میگن یعنی چی وایها دیدن همین ارواحها برافت عبادت کرده چی میگن یعنی ما میگیم که اینها چی موی خالق و رازق ما اینما چی اینها شفاعت دارهای موثق یعنی اینها نزد الله سبحانه و تعالی محبت میکنن شفاعت میکنن فهمیدید یعنی معنی شفاعت فهمیدید یعنی چی میکنن یعنی اینها ان مرده ها روز قیامتان برای ما چی میکنن شفاعت میکنن فهمیدید خود ما میگیره شفاعت چی شفاعت چند تقسیم میشه دو تقسیم میشه شفاعت منفیه و شفاعت مثبته و شفاعت منفیه چی بوده شفاعت منفیه می چیزی که تطلب طلب کرده می شود چی از غیر الله سبحانه و تعالی در چیزی که غیر الله تعالی قادر نیست یعنی شفاعت چی دو بده شفاعت جایز است شفاعت مثلا چی باید شفاعت معنیش چی یعنی حاضر من شما نمیشناسم من نزد خورشید اومده ببینم که چی من به شفاعت کنم من به یادم که نزد این آدم برم یعنی این آدم شما میشناسد من نمیشناسم فهمیدین این چی شد شافی شد این شافی شد برای چی این قادر است حیات سبب فهمید برای که دنیا زنده فهمیدین لیکن اگر مرده دنیا خاکنده باشد وای مرده نزد الله تعالی شفاعت کرده میتواند میتواند آخر چقدر تو ابای شفاعت میطلبی یک کس نباشه و فلانی برای نه دیدید نه امروز الله سبحانه و تعالی امین آیتنده همین روزی که مثلا الله سبحانه و تعالی مؤمن ها به ندا کرده یا ایها الذین آمنوا انفقوا نفقه کنید
خداتون چه یاردم تید عملهای صالح انجام تید صدقات جاش بیارید ها این دنیا جا بیارید که من قبل ان یأتیکم قبل ان یأتی یوم پیش از روزی که پیش از همونه که روز میآید که وای روزنده چه لا بیعون فو خرید و فروش نیست خله معناش چه برادری و دوستی و محبتی یعنی از پدر از پسر میگیرد پسر از پدر میگیرد مادر از دخترش دختر از مادر هیچ کس نمیشناسه ولا شفاعت هم نیست وای روزنده فهمیدید وای روزنده چی شفاعت هم نیست یعنی اینما تو چی یاردم میتید تو به رحمت الله تعالی و عملهایی که عمل کرده ای هم به رسول صلی الله علیه و سلم چی میگه یا عباس میگه اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اشتری نفسك فانی لا اغنی عنك شیئا عمل صالح جواب بیاره که روز قیامت من تو یگون چیزی یاردم دادن نمیتونم دخترش و فاطمه به ملکی فاطمه این دنیا چیزی که میخواهی طلب کن زنده هستم قادر هستم میتونم لیکن بعد از مردنم من یگون چیز طلب نکن میگم من تو چیزی یاردم داده نمیتونم سلینی میگه من مال ما شئتی فانی لا اغنی عنك شیئا روز قیامت من تو یگون چیز یاردم داده نمیتونم لا بیع ولا خلة ولا شفاعت روز قیامت خلاص چی است انما عمل ها است تو هلاک میکنن گناهات نجات میتید پیرا چه عمل های صالح است والکافرون هم ظالمون نه کافرها ظالم هستن کافرها چی هستن ظالم خداشون به خداشون ظلم کردن خداشون چی کردن محروم شدن از همه نیکی ها خداشون چی کردن ظلم کردن شفاعت مثبت چی بوده شفاعت مثبت همین چیزی بوده که یعنی چی باید که طلب کرده می شود از الله سبحانه و تعالی الشفاعت چی سبب فایده بده شفاعت همین که الله سبحانه و شافیه شفاعت کننده چی است مکرم است الله سبحانه و تعالی حرمت اکرام میشه بیان میکنه فهمیدید یعنی بیان میکنه که این شافیه یعنی چی است صاحب منزله و صاحب مقام عظیم بوده ولی شافی که باید همان آدمی که شفاعت میکنه الله تعالی که شفاعت قبول میکند همون آدمی شفاعت قبول میکند یعنی بیان الله تعالی شفاعت شافی به محتاج نه فهمیدید شافی شفاعت کارها به چی محتاج نه لیکن اینما با این که چی الله تعالی چی میکند همین شفاعت کننده یعنی مکان و مقامت بزرگ بودنش بیان میکنه و مشفوع چی مشفوع همون آدمی که الله سبحانه و تعالی قول و عملش و راضی است فهمیدید نمی فهمیدید نمی یعنی عموما ما میگیم که یعنی چی بوده شفاعت ما چی هستیم شفاعت باوری داریم شفاعت روز قیامت اند چی هست و از الله تعالی میطلبیم که الله تعالی ما از شفاعت خلیلش رسولش نبیش محمد صلی الله علیه و سلم محروم نکند ما چی کند نائل سزاوار شفاعت نبی رحمه رسول کریم محمد صلی الله علیه و سلم گردونه تدعا میکنیم لیکن همون شفاعت ما از که میطلبیم یگانه از الله سبحانه و تعالی میطلبیم برای اینکه شفاعت حقیقی شفاعت از آنی که است از آن الله سبحانه و تعالی است که این شفاعت کدام روز میتید نگرید که یکمین شفاعت کننده کی است رسول اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است روز قیامت اند وقتی که مردم نزدیک به می بیاد آفتاب گرم آفتاب فرو آمدگی سرشان از گرمی مردم عرق کردگی کی تو پوش عرق کی تو بجلکای پوش عرق کردگی کی تو زانویه کی تو نفش کی تو گلیشه کی چی عرق ما غرق شدگی کی عرق اند چی غرق شدگی روز بازمین روز سخت روز غمناک مردم نزدیک به می بیاد آدم به می بیاد میگه که نزد پروردگار در دست شفاعت طلب کن آدم میگه نمیتون علیه الصلاه و السلام نزد نوح به می روند نزد ابراهیم به می روند نزد موسی به می روند نزد عیسی به می روند یگون جواب نمییابند قانع نمییابند نزد محمد صلی الله علیه و سلم میآیند این کدام روز اند امروز نه فردا نه روز کدام اند روز قیامت اند روزی که همون روزی که چی میشد یعنی آفتاب فرو آمده آدم ها عرقاش غرق شده نزد آدم بعد هم واقعه ها محمد صلی الله علیه و سلم بده میگه شفاعت کن رسول صلی الله علیه و سلم هو شفاعت میکنه میگه نه چیکار میکنه رسول صلی الله علیه و سلم رفته تگی عرش پروردگار الله سبحانه و تعالی به سجده میکنه سجده کرده سجده بسیار میسته بسیار سجده نزاری ناله کرده توجه کرده الله تعالی به عبادت که سجده کرده حمد و ثنا میگه الله تعالی به الله تعالی کنه میگه چی یا محمد میگه ارفع رأسک انا کن سرت بردار اسال بپرس داده میشوی و شفاعت تو شفاعت طلب کن شفاعت تقبل میگه
از الله تعالی رفته اذن میپرسد رسول صلی الله علیه و الله تعالی اذن میده سونه شفاعت فرمایشه. حاضر شما میرید نزد قبر رسول صلی الله علیه و شفاعت میطلبید. یعنی قیامت برای شما شد نه؟ نزد آدم نوح برفتید میشما؟ آدم نوح شما به نمیتونیم گفته سونه نزد نوح اومدید، نوح نگفت ابراهیم موسی عیسی اومدید سونه نزد رسول صلی الله علیه و اومدید. دعوت شریک قیامت سر شد برای شما؟ سبحان الله. کجا شد عقل؟ کجا شد عقل؟ برای میگن که من تعجل بشیء عوقب بحرمانه. کسی که به یک چیز به سراسیمه شود باید به چه جزا می‌دهد؟ از همین چیز محروم می‌شود. فهمیدین نمی؟ سراسیمه نشو. تو شفاعت از الله تعالی طلب کن و شفاعتی که محمد صلی الله علیه و آله میگه روز قیامت اند ان شاء الله شب روز دعا کن از الله بپرس که از همون شفاعت محروم نشوی. لیکن این کارت را کنی از رفته نزد قبر رفته شفاعت طلب کنی چی میشه؟ یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که تو شفاعت محروم شدی. ابو هریره میگه که رضی الله تعالی عنه میگه یا رسول الله میگه من اسعد الناس بشفاعتك. رسول صلی الله علیه و آله میگه اسعد الناس بشفاعت من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. کی خوشبختترین آدم سزاوار شدن برای چی؟ شفاعت تو. کی یک میشه شفاعت تو به نائل میشه. رسول صلی الله علیه و آله میگه همون آدمی که لا اله الا الله میگه خالص از دل غیر از لا اله الا الله دیگه چیز نداره. لا نیست غیر از الله یگانه دیگه الهی. نیست ذاتی که شفاعت طلب کرده شود غیر از الله تعالی. یعنی معنای لا اله الا الله میگه شفاعت یگانه از الله تعالی طلب کنی. اگر تو شفاعت یگانه از الله تعالی طلب کنی همینند شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم به نائل سزاوار میشوی. اگر رفت تو از غیر الله تعالی دیگه کس شفاعت طلب کنی تو شفاعت محروم میشوی. دیدید یا میگن که حضرت عمر گفته که حضرت ابو صبره شفاعت طلب کرد. موضوع این چیزا باور نکنید. این چیزا خرافات هایی که از عقل از خداشون چیکاردگی ساخته شده، از خداشون چیکاردگی نه ساخته. یعنی بعد از اذن الله سبحانه و تعالی و بعد از چیزای الله تعالی شافی به اذنیت و از مشروع چی باشد راضی باشد. یعنی برای همین چی؟ یعنی شفاعت کننده که الله تعالی اذنیت داره چه خیلی که رسول صلی الله علیه و آله اذن طلب کرده الله تعالی اذن داد و دویم شفاعت کرده شده. یعنی شافی برای که شفاعت کرده میتواند برای همونی که الله تعالی از وی راضی باشد از قول و عمل. یعنی الله تعالی از شرک راضی نه. یعنی برای همین چی آدمی موحد باشد، آدمی صاحب چی باشد؟ صاحب توحید باشد. کی از که نزد الله تعالی شفاعت کرده میتواند الا به اذن چی؟ به اذن الله تعالی یگان که شفاعت کرده نمیتواند. فهمیدین؟ اجازه که الله. نه، یعنی هم به دلالت میکنه که این شفاعت از که طلب ده شود یگان از الله تعالی. ما باوری داره که رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیگه پیغمبرها چه روز قیامت برای شفاعت میکنن، لیکن شفاعت نمیکنن الا بعد از چی؟ بعد از اذن الله سبحانه و تعالی. والحمد لله رب العالمین. والصلاه والسلام علی محمد.